الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین. خدای مهربانی پدر رحمت مغفرت قبراشون باغ از باغهای جنت گردانده باشد و برادرای ما را اکه حاجی اکبر و برادراش و اهل خاندانش خداوند در این مصیبت صبر جمیل و اجر عظیم نصیب و روزی گرداند و کید املارم خدای مهربان خیر و برکت نصیب کنه که ما و شما را نصیحت های خوبی کردن. خدا کند که ما به این شنیده ها عمل داشته باشیم و در زندگی سبب نجات مان این پند نصیحت ها باشه. برادر عزیزای خدا می گفتن رسم دنیا در همین است آنکه آمد رفتنی است، بعد رفتن نامی نیکت در زبان ها ماندنی است. که داملا از نشانه های این پدر، از خوبی های این پدر یادآور شدن، بزرگا همین یادآور میشدن که بعد رفتن نامی نیکت در زبان ها ماندنی است. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، آن که بالاتر نشیند آخرش افتادنی است. عمر و جانت گرچه عمر نو هم باشد ولی، شیشه عمرگرانم عاقبت بشکستنی است. دل مبند بر مال دنیا، مال دنیا بی وفاست. خرقه زر هم بپوشی، سیم و زر نابردنی است. دوستان عزیز، حیات عبارت از همین است. ما و شما اگر عمر حضرت نوح هم که داشته باشیم، هزارها سال عمر هم که داشته باشیم، آخرش همین مرگ است. لیکن مقصد از زندگی چی است برادر عزیز؟ مردن که انیق است، رفتن از دنیا انیق است، اما انسان عاقل، انسان نیک، انسان سعادتمند همون نفر هست که آنچه را که خدا و رسول خدا صلی الله علیه و سلم دستور برای زندگی دادن، برای کامیابی ما دستور دادن، باید انسان عاقل چنین دستورات در زندگی عمل باید داشته باشد. اگر ما در زندگی چند روزه که 2 روز بیشتر نیست حیات ما و شما، 1 روزی آمدن و 1 روزی رفتن، در ما بین این روزهای دیگر لذتش در حیات ما و شما هیچ معنی نداره و هیچ در یاد ما و شما نمیمانه. اگر ما در ما بین این 2 روز که 1 روز آمدیم یا 1 روز میریم، در ما بین این 2 روز ما اعمال نیک کردیم، انشاءالله که سبب نجات من است. ولی خدای مهربان در قرآن عظیم الشان سوره نازعات است، الله مهربان 2 گروه را بیان میکنه، کسایی که نجات دارن و کسایی که هلاک میشوند. هر اینها هم الله 2 عمل پیشنهاد میکنه، 2 چیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما من طغى و آثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. پروردگار میگه 2 چیز، 2 خصلت ناخوب شما را هلاک میکنه و 2 خصلت خوب شما را صاحب جنت میگردانه. 2 چیز برادر عزیز ببینه، ما و شما را به دوزخ میبرده است و 2 عمل نیک ما را به سوی جنت. الله میگه و اما من طغى و آثر الحیات الدنیا. کسانی که در دنیا سرکشی کردند، اطاعت خدا و رسول نکردند، سرکشی را زیاد کردند، غرور کردند به همین حیات 2 روزه، در همین حیات 4 روزه، در همین حیات گذرا، در همین حیات بسیار کوتاه، در همین حیاتی که هرچی زود میگذره دست ما و بعد گذشت ما پشیمان میشیم. خدا میگه کسان در این حیات اگر سرکشی و تکبر کردن و آثر الحیات الدنیا، همین دنیا را انتخاب کردن، زندگی دنیا را مقصد بر آخرت انتخاب کردن، از آخرت چون زندگی دنیا را ضرور دانستن، فکر قیامت نکردن، فکر مردن و پیش اونها نگذشت، فقط همین دنیا را انتخاب کردن، زندگی دنیا را صاحب شدن، فقط راحت همین دنیا را خواستن، گفتن همین دنیا در ما راحت باید داشته باشیم. خدا میگه فإن الجحیم هی المأوى.
جای اینها آتش دوزخ ده. الله میگه اینها در دنیا بسیار ضرر کردن. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. الله مهربان میگه اما کسایی که در زندگی دنیا ای خدا ترسیدن، روز قیامت پیش روشان بود، حساب و کتاب هیچ وقت فراموش نکردن، خواب سوال و جواب پیش خدا را در دنیا آماده کردن، از پروردگار خیش ترسیدن. فاما من خاف مقام و نهى النفس عن الهوى مقام ربه و نهى النفس عن الهوى. و الله مهربان چی میگه؟ خواب خواهشات نفس خطی عمل نکردن، بلکه آن چیزی که نفس اینها میخواست، عیش اشرت دنیا، ظلم و بیدادی دنیا، معصیت و گناهی که در دنیا نفس میخواهد. ولی دوستای عزیز این نفسای ما بسیار بدخواه هستند، بسیار بدخواه هستند. خدا میگه ان النفس لاماره بالسوء. الله مهربان میگه این نفسای شما همیشه شما را به سوی گناه میخونه، همیشه آرزوش معصیت و گناه های. هیچ وقت این نفس نمازخوان نمیشه و این نفس نمازخوانی را قبول نداره. این نفس اطاعت خدا و رسول قبول نداره. این نفس سرکشه. اما انسانی خواب خدا ترس چیکار میکنه؟ و نهى النفس عن الهوى. نفسش لجام میزنه، میکشه عقیب، نمیگذاره این نفس به سوی معصیت و گناه ببرش. خدا میگه اگر کدامی از شما این دو خصلت داشته باشه، خدا ترسی داشته باشه و نفسش، ولی خدا ترسی تا قرن برادر عزیز تنها نه. خدا را ببین میگه کسی بگه که من ای خدا میترسم، خب برادر عزیز، ولی همه ما و شما میگیم ما ای خدا میترسیم. این تصدیق خدا ترسی ما چیه؟ و نهى النفس عن الهوى. ما وقتی خدا ترسی شاب میشیم که این نفس ای خواهشاتش برادر عزیز عقیب میکشیم، نفس در اختیار خودش نمیمونیم. کسی بگه من خدا ترسم و نماز نداشته باشه، خدا ترسم و گناه و معصیت برای او را پروا نباشه، من خدا ترسم و حرام براش خواب هیچ اهمیت نداشته باشه، حرام و حلال براش یک باشه، من خدا ترسم و غیبت براش درست باشه، من خدا ترسم و تهمت بوتا نکرده، من خدا ترسم و همه گناه برای مرا درست. این را خدا ترس نمیگن، این را خدا ترس نمیگن. خدا ترس همو کسی هست، ترس خدا را نشانش هموه که الله خودش در دوام میگه و نهى النفس عن الهوى. این انسان چیکار میکنه؟ همیشه نفسش در کنترل میگیره، نمیگذاره که این نفس رو به گناه و معصیت بیاره. مکافاتی چیه؟ الله میگه فان الجنة هی المأوى. این انسانی هست که خواب باششگاهش جنت ہے، جای راحت آینده جنت ہے. جنت مال انعامی تا انسان های. نشوا و نشوا برادر عزیز، ما و شما به حیات دو روزه ساعت شوا که ماها مقصد پشیمانی بکنیم، ساعت شوا که بعد آرزو کنیم که یک بار دیگر. آلی قرآن در الله چی میگه؟ انسان گناهگار و انسان ای دنیا گذشت، بعد دید که نامه اعمالش در ثوابش کمی، دید که معصیت و گناهش زیاده، دید که عمر بیهوده صرف کرده است. بعد چی میگفته؟ یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابه احد. الله را ببین میگه انسان خودش میگفته، ولی ما هر کدامان خودمان او پشیمانی در خودمان حسوس میخوریم. میگه پشیمانی گفتی سعدی خدا رحمتش کنه ندارد سود ازت. میگه پشیمانی ندارد سود بعد از خاک گردیدن، بعد از اینکه در خاک گذاشتنمان هر چی پشیمانی کردیم فایده نداره. الله میگه انسان چیکار میکرده است؟ میگفته ای کاش من برای زندگی قیامتم، برای خواب داخل گورم یگان ذخیره که پیشکش میکردم، یگان ذخیره که جمع میکم برای چیز؟ برای قیامتم، برای روز فردام که او روز برادر عزیز دیگر این سخنا و این حسوسا و درد ما و شما نمیخوره. همین خاطر الحال که چند روزه که حیات در اختیارمان هست، این زندگی را خوب استفاده ببریم برادر عزیز. و خدا یک روز پشیمان میشیم که ای کاش ای کاش ای کاش میگیم که فایده ما نمیکنه. او حسوسا را در اینجا باید بخوریم برادر عزیز. او ناله هایی که در داخل گور میکنیم در اینجا داشته باشیم. تنهایی داخل گوره که ما و شما هزارها حسوسی دنیا رو میخوریم،
دیگه فایده نداره. برای ما یک لحظه در این زمان و در این زندگی روی زمین ما و شما از زندگی ما استفاده ببریم، این برای ما بهتره. خدا خاتمه همه ما به خیر کنه و گذشته های همه ما و شما را خدا رحمت کنه. علی خصوصی پدر خدای مهربان جاش جنت جاویدانه بگردانه. برادرای ما را صبر جمیل و اجر عظیم نصیب کنه. خدا همه ما و شما را از جمله نجات یافته ها خدا نصیب و روزی بگردانه. آمین. داملا دعا کنیم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. خداوند مهربان هر چی که بزرگان گفتن الله مهربان خالصانه با درگاه قبول بگردان. روح پدر از فرزنداش و از برادراش و از خویش پدراش عموما از خاندانش شاد و خورند بگردان. الله رب العزت در بحبوحه جنت خداوند مهربان مستقرش بگردان. آمین. خداوند مهربان ما را